این ویدیو رو ببینید، برمیگردیم من یه توضیحاتی رو بدم. ناراحت نشین که یک سری پانتورک بهتون میگن هندی. تاریخ هند کم از تاریخ ایران نداره. در هند قدیمی‌ترین دین جهان وجود داره، هندویسم. آریایی ها در اون نقش داشتند. مکاتب فلسفی گوناگون شکل گرفته مثل بودا که در جهان گسترش پیدا کردن. کتاب‌های گوناگون هندی وجود داره که امروزه در اروپا و آمریکا دارن در موردشون تحقیق میکنن، مثل گیتا، مهابهارتا، ارتاشاسترا که کتاب سیاست شبیه به سیاست یا شهریار ماکیاولی است. جدای از اونها کتاب‌های نظیر کلیله و دمنه، 1001 شب مال هندی ها بوده. اعدادی که خوارزمی استفاده کرده و تبدیل شده به اعداد انگلیسی و لاتین از هندی ها بهره برده. عدد صفر رو هندی ها اختراع کردن. این نکته هم از اهمیتی که ابوریحان بیرونی علاقه بسیار زیادی به هند داشته. کتاب تحقیق مع الهند ابوریحان بیرونی رو بخونید میفهمید. هندی ها تاریخ زیبا و بسیار گسترده‌ای دارن. ناراحت نشین که یک سری جفنگ میان بهتون این حرفا رو میزنن. India had invented the numbers that we call, incorrectly, Arabic numerals. The reason we call them Arabic numerals is there was a Persian, see how complicated this is? Like, India invents numbers, and then there's a Persian, his name was Khwarazmi. That Persian took those numbers and then advanced math. He's the guy who did algebra, he's the guy who wrote the world's first ever algorithm. But as a result, when Europeans first made contact with those numbers, they got it through his works, and not being able to differentiate between Persians and Arabs, they went, oh, Arab numerals. آرتاشاسترا، مهابهارتا، گیتا. بعد مهابهارتا از شاهنامه قوی‌تر. بعد کلیله و دمنه هندیه. 1001 شب هندیه. بعد خوارزمی جبر رو اختراع کرد، بعد اعداد رو از هندیا گرفت. صفر رو هندیا اختراع کردن. داداش گونی، ببین گونی خالی نبری، چیزی کم و کسریه بگوی، کتاب میخوابی چیزی باید بذاری. اعداد رو که سومریا اختراع کرد. بعد قدیمی ترین دین جهان بودایی مال هنده. یعنی سومریا نیستن، مصری نیست، سومر نیست. بعد اعداد رو هندی ها اختراع کردن. سومریا نبودن که، هندی بود. لازم شد یه برنامه بذارم توی یکی از برنامه‌های بعدی، وقت نامگذاری هند رو توسط ایرانی‌ها بیان بگیم. مراقب خودتون باشید، گونی پر نکنید. ایران جای گونی پر کردن نیست.